این کامیونه توی ایتالیا طراحی شده. قبل از اینکه بررسی شروع کنیم میخوایم یه تشکر بکنم از شرکت آراست دیزل که اسپانسر این قسمت شدن و کامیونت کاما رو در اختیار ما گذاشتن. سلام به همه همراهان پای یک. تولیدات کامیونت و محصولات کامیونت انقدر توی بازار زیاد شده، موضوع مثل شمشیر دولبه شده. چرا؟ راننده میتونن از سلیقه و نیازهای خودشون بهره ببرن و انتخاب کنن کامیونت خودشون رو. از طرفی دیگه سردرگم میشن که چه محصولی رو دقیقاً بتونن بخرن و استفاده کنن. ما اینجاییم تا جزئیات کامیونت ها رو به سمع و نظر شما برسونیم. امروز معرفی کامیونت کاما. کامیونت کاما محصولی از یک شرکت چینی به همین اسمه که توی شانگهای فعالیت داره. نماینده انحصاریش تو ایران هم شرکت آریا دیزله که این شرکت خوشنام رو راننده های قدیمی کشنده های رنو بیشتر میشناسن. اینم بگم که آراست دیزل اسپانسر این قسمت ما، نماینده اصلی همین شرکته. کلا محصول کاما توی ایران منتاج میشه و باید تولید ایران بدونید. کامیونت کاما در دو مدل 6 و 9 تنه. مدل 6 تنش دو مدل داره، یکی با جای خواب، یه دونه بدون جای خواب. امروز میخوایم مدل 9 تن رو بررسی کنیم. مثل همیشه از ظاهر کامیونت ها میخوایم شروع کنیم. ظاهرش رو دارید نگاه میکنید، خیلی شیک و جمع و جور طراحی شده. میدونید چرا؟ چون شرکت کاما با یه شرکت ایتالیایی رسیدن به این طراحی خوشگل که حقیقتا توی بازار مثلش رو نمیبینید. میدونید چرا قشنگ طراحی شده؟ که به خاطر اینه که انقدر جمع و جور چراغ‌ها کنار هم قرار گرفته، هم راهنماها هم پنشکنا رو دارید میبینید. همینه که جلوی کابین کاما رو انقدر قشنگ کرده. بریم سراغ مسائل فنی کاما و ببینیم زیر کابینش چه خبر و کاما واسه مسائل فنی چه فکرایی کرده. نمیدونم محدودیت یا مزیت هرچی که هست، 90% خودروهای سنگین چینی توی بازار از موتور کامینز 3.8 استفاده میکنن که هم محدودیت خودشو داره هم مزیت خودشو. اما کاما جزو اون 10% که از موتور یوچای و اصطلاحاً M6 استفاده کرده. یه موتور قدرتمند، کم مصرف و با آلایندگی یورو 5 و مخزن ادبلو که میتونه بین 150 تا 160 اسب بخار قدرت تولید کنه و گشتاورمون در کنار یک گیربکس دستی 6 سرعته به حد اکثر 550 نیوتن متر میرسه. موضوعی که از همه راننده ها میپرسیدیم و اتفاق نظر داشتن راجع به عملکرد گیربکس این خودرو بود. جعبه دنده این گیربکس مثل همه مدل‌های جک میمونه و هماهنگی خیلی خوبی گیربکس این ماشین با موتور داره. با من باشید. 1 2 3 4 5 6 7 خورده‌ای. میدونم که طول این خودرو 7 متر و 87 سانتی متره، طول بارش 5 متر و 90 سانتی متره و ارتفاع کابینش 2 متر و 21 سانته و برای هر کاربری و بریم سراغ زیربندی این ماشین. سیستم تعلیق این کامیونت توی محور جلو فنرها هیدروتلسکوپیه و توی محور عقب فنر تخت استفاده شده. یه سیستم کمک فنر معمولی رو داره و برای مسیرهای شهری راضی کننده. و اما فرمانپذیری این ماشین یکی دیگه از نقاط قوت کامیونت کاما. توی مسیرهای مختلف به خوبی حواسش به راننده هست و اصطلاحا میگن شونه خالی نمیکنه. خیلی ممنونم که دارید ما رو همراهی میکنید. اومدیم داخل کابین کاما، کامیونت کاما و همون توقعی که از ظاهرش داشتیم که فوق العاده طراحیش خوب بود، همون توقع توی کابین هم هست و داریم میبینیم متریال فوق العاده با کیفیت توی کابین استفاده شده و طراحی کابین فوق‌العاده طراحی شده. می‌خوایم بریم سراغ جزئیات این کابین و ببینیم مثلا چه آپشنایی داره. از فرمون شروع کنیم که خیلی خوش دسته. مثل اکثر کامینتایی که ما به شما معرفی کردیم، فرمون کامینت جدیدا کلا خوش دسته و یه حالت سواری داره و راحت میشینی و از فرمون استفاده می‌کنی.
داشبورد کاملا در دسترس راننده است، دست میرسه و میتونه ازش استفاده کنه آقای راننده. و اینجا داریم کیلومتر رو می‌بینیم، کلاستر ماشین که سرعت و میزان سوخت رو نشون میده مثل همیشه، و یه صفحه لمسی داریم اینجا که مولتی مدیا هست، نقشه و موزیک، یا اگر فیلمی بخواید ببینید اینجا میتونید داشته باشید. روی فرمون دکمه کنترل کروز داریم سمت چپ و دکمه‌های مالتی مدیا سمت راست. پایین این صفحه لمسی دکمه مطبوع هوا هستش، همون کولر که ما الان کولر هم گرفتیم و کاملا داریم کیف میکنیم، خیلی هم توی کابین خنکه. و دکمه‌های فلاشر و چراغ و ترمز استرلی و ABS هم داریم اینجا میبینیم و کاملا طراحی جمع و جور، همه چی دم دست. خوراک اینه راننده یه سفر خیلی خوب و ایمن داشته باشه. داشتم دنبال ترمز دستی این ماشین میگشتم، پیداش نکردم، خیلی سخت پیداش کردم. کامل باید بچرخید، خیلی عجیبه جایی که ترمز دستی قرار داره، راننده کامل باید بچرخه و از ترمز دستی استفاده کنه. ما دلیلش رو نمیدونیم، اگه شما میدونید به ما بگید. سلام علیکم. مثل همیشه سوار کامیونت شدیم و میخوایم ترمزاشو بررسی کنیم. همراه با راننده عزیزمون یه مسافتی رو طی میکنیم و ترمزای این کامیونت کاما که فوق العاده خوشگل، هم داخل کابینش رو بهتون معرفی کردم، هم ظاهرش واقعا جذاب دید راننده و شاگرد، خیلی خوبه به جاده و اومدیم که ترمزا رو امتحان کنیم و بررسی کنیم ببینیم تو چه وضعیتیه. خب ترمزهای این کامیونت یعنی کامیونت کاما جلو دیسکی هستن و عقب کاسه‌ای و سیستم تعلیقی و بادی دارن. آقا این نکته خیلی جالب، از راننده ها که سوال میکنیم راجع به کامیونت کاما، راجع به ترمزش خیلی صحبت دارن و صحبت میکنن و میگن که ترمزش حتی از ماشین های سواری هم بهتره. و خب چی بهتر از این که یه کامیونت با باری که قراره روی این کامیونت سوار بشه. خیلی جالبه. الان یه آبر اومد سمت ما، یه ترمز اضطراری و آلار میدادیم، کامیونت همزمان با ضبط ما خیلی جذاب شد. و چی بهتر از این که یه کامیونت با باری که قراره حمل کنه ترمز قوی داشته باشه. خب راجع به سیستم‌های کمکی این کامیونت کاما بگم خدمتتون که رادار خطخوان داره، یعنی شما از خط خارج بشید طبیعتا بهتون آلارم میده و باید احتیاط کنید. ترمز خفه کن داره و یه دوربین دنده عقب داره که شرکت آریا دیزل گفته یک سری از این خودروها دوربین 360 درجه هم داره و خب یه آپشن خیلی خوب محسوب میشه و حتی دکمه کروز کنترل هم داره. خب این هم از بررسی کامیونت کاما محصول آریا دیزل. این کامیونت با توجه به ویژگی هایی که داره، هم از حمل و نقل، ویژگی های ایمنی و رفاهی، خیلی به درد کار در محیط های شهری، توزیع و حمل و نقل میخوره و برای استفاده رانندگان توی این هیته کاملا مناسبه. همراهی شما مهمترین انگیزه برای ادامه دادن مسیر ماست. خیلی ممنونیم ازتون که ما رو در صفحه اینستاگرام، کانال یوتیوب و کانال آپارا دنبال میکنید. حتما نظراتتون رو به ما اعلام کنید و برامون کامنت بذارید. این بود معرفی کامیونت کاما. مخلصیم. خدا نگهدار.